Hi there, Salam. Welcome to Learning Tajik with the Chills. My name is Hussein, and in this video we'll not teach you some new vocabulary words. Instead, we'll tell you about Navruz, the Navruz holiday. And I will tell you about that in a minute, but first let me introduce you our guest. Our guest is Professor Isomadinov Jorabek. He's the head of the Department of History of the Tajik People at Khujand State University. So what is Navruz? Navruz is one of the greatest national holidays of Persian nations, including Tajiks. And the word Navruz consists of two roots. Nav means new, and Ruz, it's a day. So Navruz, it's a new day. Various countries pronounce Navruz differently. They say Nowruz or Nowruz, etc. We say Navruz, and different countries celebrate Navruz differently. So for example, in Iran, they celebrate it for 13 days, and in Tajikistan for 5 days. So in this video, you will learn about the origins of Navruz and how it was celebrated in different periods of time, and including these days, and also about Hafchin, Hafsin, Hafmim. Those are the things and ingredients we put on the table, and they start from the letter S, M, and She. So let's take as an example She. Shir, which means milk, shakar, sugar, and Sham. Sham is a candle, etc. So watch this video to learn more about Navruz and to improve your listening skills, because it's only in Tajik and it's for advanced learners. So please enjoy our conversation with Professor Isomadinov about the holiday, about Navruz holiday. Assalamu alaikum. Malim, چه شما؟ سلامت باشید. نقص. یه بار خودتون معرفی میکردین برای تماشابین ما. من جوربک ایسامدینوف هستم. مدیر کافدره تاریخ وطن و آرخئولوژی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف، نامزد علم‌های تاریخ در سند. نقص. رحمت برای همین کار تشکیل کردید ما، چونکی همه قدم معلومات یافته نمیتونستیم درباره نوروز، درباره تاریخش هم با اشمای برای یاد گرفتن آمدیم اینجا. کمتر درباره تاریخش میگفتید، پیدا شویش، کجا پیدا شد، کجا پیدا شد؟ البته نوروز این یکی از جشن‌های قدیمی‌ترین مردم تاجیک فارس است اصلا. زیرا همون قدیمی‌ترین یادگاری‌های جشن نوروز از حدود تاجیکستان و حوزه فارسی زبان‌ها دریافت شده است. مثلا ما سال 2020 وقتی که جشن 5,500 سالگی سرازم را تجلیل کردیم، باستانشناسان ما از همانجا محل‌ها را دریافت کردند که در آنجا مثلا آتش افروخته میشد و خاکسترها باقی ماندند. این دلیل آن است که در همین تا آغاز فرارسی نوروز چهارشنبه آخرین سال با نام چهارشنبه سوری تجلیل کرده میشد. یعنی آدمان آتش افروخته ایستاده در اطراف آن خنده و بازی میکردند، حتی از بالای همین آتش جهیده ایستاده زردی رویم را بگیر، سرخی رویم را بده میگفتند. چون که از زمستان برآمدند، اکنون به گرمی ما میرویم. خیلی یک رمزش بود. چنین دلیل ها هستند. یا که ما اگر به همین پیدایش نوروز نظر افکنیم، اگر مشاهده ها، خلاصه های عالمان از آن عبارتند که مثلا اکبر ترسونوف، یکی از عالمان مشهور ما تاجیکستان، اکادمیک، سالیان زیاد دایرکتور این شخصشناسی بودند. همین 4-5 سال پیش در قزاقستان از جانب سفر عبدالله یک کتاب چاپ می شود با نام ماگیا نوروز، ساحری نوروز، و در آنجا مقاله های عالمانی که به نوروز بخشیده شده جای داده شده است. از جمله یک مقاله اکبر ترسونوف هم در آنجا هست که در آنجا میگویند که نوروز میگن قریب 6,000 سال عمر دارد، یعنی 6,000 سال پیش از این پیدا شده است. اینا به آن اساس میکنند که ما از روی کافتکارهای آرخئولوژی عالمان جهان از جمله تاجیکان ما معین کردند که همین کسب و کار یا که شغل کشاورزی تاجیکان 6,000 سال پیش به وجود آمده است. اینا ما در دوره نئالیت ربط می نماییم. یعنی جماع ابتدایی
از عصر سنگ، عصر برنجی، عصر آهن عبارت است. عصر سنگ در نوبت خود به پلیالید، مزالید، نیالید. اونهایی که در مکتب خواندند، در مکتب عالی خواندند، اینا خوب میدونن که انا دوره پیدایش انسانیت قریب میلیون سال پیش به وجود آمده است و از جمله انا یکی از دوره آخرین عصر سنگی نیالیت نام دارد که از 1000 ساله ششم تا 1000 ساله چهارم در مثلا حدود تاجیکستان ارزی هستی کرده است و در همین دوره انقلاب نیالیتیکی به وجود آمده است. میگن انقلاب نیالیتیکی همین که آدمان از خواجگی استعمالی به خواجگی استحصالی گذشتند. یعنی تا همین دوره نیالیت اونچه که طبیعت داده بود، مثلا همین سیب بگیریم، اگر درخت سیب شکل یاوایی که وای میسبزید، آدم میرفتن اون سیبش میخوردن و پرورش کردن نمیدونستن. گندم یا دیگر زراعت های هم چخیل پرورش کردنش نمیدونستن، خودرو بود. این برای استعمالی میگن، تیار چیزه استعمال میکنن. یا مثلا ماهی داری کرده، ماهی استعمال میکنن. حیوان ها و مامونت ها و بیزان ها و دیگر نمودهای حیوان ها شکار کرده استاد شکارچی زندگی میکنن. انا اکنون در همین عصر دوره نیالیت تقسیمات اجتماعی مهنت به وجود میاد. یعنی آدمان با هنر اول با چروداری مشغول میشن، اون حیوان هایی که آدم به نزدیک خانگی میکنن. بعد من کشاورزی پیدا میشود. یعنی 6000 سال پیش در حدود تاجیکستان ما در حوزه مدنیت حصار کشاورزی به وجود این عالما اثبات کرده. از حصار دیده در دیگر منطقه ها محل کشاورزی قدیمه دریافت نشده است از جانب ارخئولوژها. یعنی در اونجا تپه غازیان، توت قبول، صیاد، افتگی یادگاری ها، باشیشگاه ها، اون جایی که آدمان ابتدایی در اون مغاره ها، غارها زندگی میکردن، لیکن در نزدیکی شاخاب های دریاها زندگی میکردن، مثلا کافرنیهان، سرخاب، دیگر دریاها. انا در همین حوزه دریای وخش، نارک میگویم، در نارک هم انا یادگاری های صیاد و دیگران دریافت شده است. در همونجا معلومات های وجود دارد که آدمان با کشاورزی مشغول بودند. برای اکبر ترسون میگوید که مادامی که کشاورزی پیدا شد، نوروز هم از همون دور پیدا شده است. چون که نوروز جشن دهقانان است. ما در نوروز رسم های آیین های زیاد انجام میدیم. یعنی اکتش به طور رمزی یک نفر بابای دهقان گفته انتخاب میکنیم. جفت براران گفته که معرکه میگذرانیم. برزگاه های براورده ایستاده پیشتر، یوغ اما چشکتی براورده ایستاده، به طور رمزی تخم های پاشیده یکمین بار شدگار همینجا سر میکرند. از نوروز همین آغاز این کشتکار است. برای ما این تاریخش قریب 6000 سال امروز گفته میتوانیم. و در وایها ادبیات های این از روی مثلا مشاهده های ارخئولوژ ها، همون یادگاری های مادی آموخته ایستاده، آلات های مهنتی آدمان آموخته ایستاده، جای زیستش آموخته ایستاده، مشاهده کار خلاصه ها کرده، همون مثلا زراعت هایی که از آن دور تا ما آمده است آموخته ایستاده، خلاصشان برای آدمان. لیکن انا به طور خطی تاکید کردن قید کردن این مسئله از دوره پیدایش خط به وجود می بیاد. مثلا در حدود آسیای میانه ما تا آمدن عرب ها ما میگویم که خط قدیمی نیاگان ما این فارسی میگن که فارسی پیش هم ما خط داشتیم، خطی سعودی داشتیم، خطی باختری داشتیم، خطی آرامی داشتیم، ارامئیسکی پیسمنیس میگن روزش. این خط های نمونه هاش در قطیبه ها تا ما رسیده است. یعنی در روی سنگ، در روی صفالات نوشتجات ها هستند و معلومات ها را دایر به همین جشن های ما هم از همین هم کتیبه ها هم از اولین نوشتجات ها ما پیدا میکنیم. مثلا گیریم اگر کتاب مقدسی زردشتیان اوستا 2700 سال عمر دارد و در آنجا مثلا در قسمت وندیدادش درباره همین کشاورزان و چارواداران و هنرمندان معلومات ها هست. مثلا در اوستا میگوید که آدم ها مراجعت کنده در شکل سروده ها آمده دیده اوستا. در ونداد میگوید که بهترین شما آنید که میگوید زمین شودگار میکنید، شاداب میکنید، زراعت میپرورید و تخم میپاشید و
این تخمی که شما به زمین میپاشید گویا شما تخم نیکی رو میپاشید. بابا دهقان هم تخم پاشیده سال نو آغاز میکند. ما میبینیم که از همون در مقایسه کردن با اون عملهای رسم آیین‌های نوروزی ما هم خیلی دلیل‌ها رو از سرچشمه‌های خطی دریافت کرده میتوانیم. یا که مثلا در عهد هخامنشی‌ها، بعداً در عهد اشکانیان، در عهد ساسانیان، خیلی دولت‌های بسیار قدرتمند وجود داشتند، دولت‌های فارس زبان‌ها. ما معلومات‌های فراوان را دایر به نوروز از همین یادگاری‌ها دیده میتوانیم. مثلا تا تشکل یافتن خلق تاجیک، تا به وجود آمدن زبان ادبی تاجیکی، ما مردم با فارسی میانه گفتگو میکردند. خودی زبان ما فارسی قدیم، فارسی میانه، فارسی نو به تقسیم میشد. نه فارسی میانهش پهلوی کم میگفتن، زبان پهلوی. با همین زبان پهلوی در عهد ساسانیان یک سلسله کتاب‌ها نشر شدگی با نام بوندخیش، یادگاری زریران، بعد و کارنامه اردشیری بابکان، درخت آیین و امثال اینها. انا از همین کتاب‌ها هم ما معلومات‌ها رو دایر به جشن و مراسم‌ها، ما عرف عادت‌هامان که در آغاز سال با وجود می آید رعایت می‌کردیم، ما معلومات‌ها رو گرفته می‌توانیم. خیر، البته درباره نوروز البته مشهورترین سرچشمه‌های خطی در عصرهای میانه، بعد یعنی هم در دوره سامانیان و بعد سامانیان نوشته شده است. مثلا ما الکی به هیئت خلافت عرب وارد شدیم و نخستین دولت‌های مستقلی ما این طاهریان، صفاریان و سامانیان میباشد. در اصل نهوده همین سه دولت از هستی کرد و از بین این دولت‌ها اصلا پرقدرتش دولت سامانیان بود که تمام آسیای مرکزی را در یک مرکز در اطراف بخارا متحد کرده بود. من در همان دور الکی سال 943 ابوبکر نرشخی تاریخ بخارا گفته کتاب می‌نویسد که این تاریخ تمام آسیای مرکزی بود، فقط چون که پایتخت بخارا بودن به این نامش هم خیلی است. اما در داخل این کتاب وای ابوبکر نرشخی درباره نوروز هم معلومات هست که در بخارا اینا چگونه جشن می‌گرفتند. یا مثلا در آخر عصر 10 ابتدا عصر 11 یکی از عالمان متبحر ما، عالمان همدان ما، انسیکلوپدیست میگویم روزش به این ابو ریحان بیرونی میباشد. و ابو ریحان بیرونی دو کتاب مینویسد، کتابش زیاد است البته، لیکن دو کتاب بسیار مشهورش است. یکتاش آثار الباقیه، روزش به پامت منوفشخ پکلینی میگن، سال 1000 انشا شده است، به زبان کریلی، فارسی، تاجیکی کریلی هم برگردان شده این کتاب. قریب 400 صفحه درباره تمام این گویا تقویم های مردم شرق و حتی غرب اروپا هم تقویم هاش در این کتابش دادگی، کلندر نیستیم اون ایزوشال، یعنی درباره تقویم معلومات داده است. و در همان جا از جمله درباره جشن های مردمی، خلقیت هایی که در کتاب انعکاس شده است معلومات می‌بیارد. مثلا وای میگه که فارس کتاب تفهیم نام یک کتاب دیگرش است، در همونجا میگوید که فارس ها را عادت هست نخستین روز فروردین را روز نو یعنی نوروز خواندن، زیرا اینکه روز آغاز سال نو است. بین سعودیان و فارس ها در مسائل سال نو و بعضی ماه ها فرقیت وجود ندارد، اختلاف آنها وابسته به 5 روزی علاوگی سال است. یعنی همون تقویم به در دوره عصرهای میانه مثلا همون 365 روز یا 360 روز اختلاف به میان می آمد. بعضا همین سال شماره هجری بینتان مگر 33 سال به 1 سال فرق میکند، اصابی همون سال دقیق معین نکردن. لیکن میگه وابسته به همین میگه همین فرقیت هست، لیکن در مسئله معین کردن انا جشن نوروز میگه اینها اختلاف وجود ندارد. و در آثار الباقیه او میگه که سعودیان نوروز را نوسرد، خوارزمیان نوسرجی و فارس ها نوروز می نامیدند. این فکرهای ابو ریحان بیرونی. و ابو ریحان بیرونی در همین کتابش آید به پیدایش نوروز میگوید که نوروز میگوید از دوره شاه جمشید به وجود آمده است. شاه جمشید این کس یکی از شاهان عادل سلاله پیشدادیان. همین تاریخ ما شاهنامه و ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه‌اش هم درباره پیشدادیان معلومات دادگی
در دیگر تاریخ نامه ها من در این باره هست. مثلا کیومرث یکمین شاه، بعد خوشنگ میبیاد، بعد جمشید میبیاد، بعد از وی ضحاک ماران میبیاد، ظلم و ستمش که زیاد بود. برای این دولت ها را اساطیری میگویند که میفولوژی میگن، اساطیری میگن، برای اینکه مثلا وقتی که معلومات دربارش در شاهنامه درباره همین شاه جمشید میرود، میگوید که این کس 1000 سال حکمرانی کرده بود. اکنون امروز من میدونم که در ابخاز یک مسیفید 170 سال عمر دیده بود، از همه دراز عمرترین مثال. یا بعضی رسانه‌های خبری میخوانیم که 106 سال عمر دیدن، 110 سال عمر دیدن، همین اطراف همین 100 سال زیاد، اطراف 100 میگوییم کلان سالهای. 1000 سال البته این بافته بودگیش یا مثلا روایت بودگیش موضوع میکنه، لیکن بعضی جهت‌های واقعی هم این مثلا حادثه ها در خود دارد. مثلا ابو ریحان بیرونی میگوید که همین وقتی که جمشید به سر قدرت آمد، او امر کرد که میگوید به خود به او یک کرسی بسازند از طلا، کرسی طلایی میسازند و همون روز کرسی بود، استاها این کرسی ساخته آماده میکنن و به همون یک جای بلندی برآورده ایستاده به همون کرسی مینشیند. همون روز آفتاب همین خیلی نورش بلند میبیارد که میگوید همین کرسی طلایی به همه جا نورش میپاشید. و همون روز این یکمین روزی فروردین بوده است، یعنی سال شماره یزدگردی فروردین میگویند، روزی اولی سال میگویند. این 21 مارت به راست آمده است، روزی انا برابری شب روز، یعنی همون روز همون روز این کس همون تخت نشسته است و همین روز رو میگوید و سالی نو اعلام، روز عید اعلام میکنیم، روزی آغاز سال اعلام میکنیم. این خیلی وای ها هست، قصه ها هست. یا که مثلا یکی از عالمان بسیار مشهور ما این عمر خیام هستند. عمر خیام میدونید البته با رباعی هاش تمام دنیا میشناسد این کسی، لیکن وای رباعی هاش یا 100 یا 110 رباعی دارد، همین که وای بسیار مشهور شده است رباعیش کتی. لیکن وای اصلا عالمی ساحه متماتیکا و ساحه استرونومی بود. ده ها کتاب ها دایر به متماتیک استرونومی نوشته است، کتاب ها دایر به فلسفه نوشته است، کتاب ها دایر به تاریخ نوشته است و در حاشیه این همون کتاباش و همون بعضا الهامش آمده ایستاده، همون 2 بیتی هاشه، 4 بیتی هاشه، رباعی هاشه می نویست که و بعد ترجمه شده از جانب ادیبان در شکل الهیده کتابچه این چاپ شده است. ما این قصه میدونیم. لیکن عمر خیام در عهد سلجوقیان در دوره زندگی جلال الدین ملک شاه بیشتر شهرت پیدا میکند، چون که اون دورنده سروزیر این دولت نظام الملک بود، بسیار شخصیتی معروف، سیاست نامه نام کتاب نوشتگی، از جمله درباره این جشن ها من در سیاست نامه هم هست معلومات. و عمر خیام یکم تقویم جلالین گفته تقویم می نویسد، دوم زیجی ملک شاه گفته جدول استرونومیکی ترتیب میدهد. تقویم جلالین میگویند که امروز در مسئله معین کردن سال و روز و ماه و حتی دقیقه های ثانیه ها اصلا دقیق ترین تقویم است میگویند. امروز هم مثلا ما من نوروزمون فرض کنیم 21 کدام روز به آمدنش و چگونه جشن گرفته شدنش در یک کتابی او قید شده است با نام نوروزنامه، مخصوص برای نوروز عمر خیام کتاب نوشته است، نامش نوروزنامه است. و در همین نوروزنامه میگوید، ما اینجا قید کردیم، عمر خیام در نوروزنامه پیدایش نوروز را اثبات نموده است و او نگاشته است. خیام میگوید سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را 2 دور بود، یکی آن که هر 365 روز و ربع از شبانه روز با اولین دقیقه حمل باز آید. همون سال شماری یزدگردی و ماه یکمش فروردین میگوییم، سال شماری هجری شمسی و آفتابی، قمری شی و شمسی شی، آفتابیش به یکم ماه حمل عنوان دارد. این درباره حمل میدارد گفتاست، همون روزی در آمدن حمل این روزی نوروز است گفتاست عمر خیام. به همون وقت و روز که رفته بود و بدین دقیقه نتواند آمدن چی در سال از مدت همه کم شود و جمشید آن روز را دریافت، نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد.
یعنی همین جمشید میگه همون روز یکم حمل به این جشن اعلان کرد که جشن روز نو حسابیده شود. یعنی این خیلی معلومات ها در مثلا اثرهای کسروی، در اثرهای محمد جریری تبری، در اثرهای میرخان، ده ها تاریخ نشناسان تاریخ نگاران عصرهای میانه مثال آوردن ممکن است که درباره نوروز معلومات ها رو سرجم کردن. حتی مثلا اونها درباره چگونه در همان دوری که اونها زندگی کردند نوروز تجلیل کرده میشد معلومات های پیش میارن. مثلا محمد جریر تبری تاریخ مسعودی گفته کتاب نوشته. تاریخ مسعودی این یک دولت غزنویان گفته که دولت بعدی سامانیان به وجود میاد در قسمت بیشتر افغانستان و از جمله از حدود جنوب ماورا النهر نیز کشورها رو ضبط کرده بود. از جمله سال 1017 خوارزم رو فتح کرده بود. بعد محمود پسرش مسعود حاکم می شود. از سال 1030 تا سال 1040 10 سال. انا در همین دور ابوالفضل بیهقی تاریخ مسعودی نام کتاب می نویسد. یعنی بخشیده به همون مسعود. و در همونجا در یک جاش میگوید که همین در عهد مسعود میگوید روزهای آدینه انجمنهای محفلهای شاعران برگزار میگشت. این چنین انجمن بزرگترین شاعران روزی یکم حمل روزی نوروز تشکیل کرده میشد و شاعران بین خودشان مناظره میکردند، بحث مناظره میکردند، مشاعره خوانی شعرخوانی میکردند و برای بهترین شاعر که مثلا غزلهاش همین قلب دل آدمای تسخیر میکند مکافات ها تعیین کرده میشد. و حتی میگوید که بعضا شاعرها اینقدر مکافات کلان به دست میآوردند که 10 ساله ها برای زندگیشان این مکافات میرسید. پادشاه هدیه ها میکرده است. هدیه ها خیلی معلومات ها در ادبیات ها وجود دارد. خیلی البته وقتی که ما درباره همین نوروز میگویم باید یک نقطه را گفته گذاریم که مثلا در عهد ساسانیان و مثلا در زمان هخامنشی‌ها و حتی مثلا خصوصا در دوره اشکانیان در مورد برگزار نمودن این جشن معلومات ها هست. مثلا گفته می شود که در همان دوره نوروز را 6 روز جشن می گرفتند. 6 روز جشن می گرفتند. من امروز هم با امر سرور دولتمان محترم امام علی رحمان در تاجیکستان ما روزهای 21 24 4 روز عید است. 4 روز. اینو ما مثلا در دیگر کشورها دیده نمیتوانیم. مثلا در مملکت‌های همسایه ما حتی حوزه نوروز که اینجا مثلا در افغانستان یا ایران یا قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان در این جاها یک روز کلندرشان سرخ است، یک روز عید میکنن. در ما باشد 4 روز. خیلی کن من بقریبی من از رسانه‌های خبری ازبکستان شنیدم که شوکت میرزیویف آید به همین سال 5 روز جشن کردن نوروز امر برآورده است. برای خطی و قانون جشن‌های دولتی البته وارد نشده است، لیکن امر پادشاه واجب میگویند. یعنی از این برمیاد که از ما اندازه گرفته ایستاده. مملکتی با ما همسایه دوستی ازبکستان هم امروز انا 5 روز امسال جشن میگیرند. اکنون همون در مورد در عهد ساسانیان 6 روز جشن گرفته شدن. من یک نکته رو تاکید میکنیم. میگن که روز یکم رو شاه همچون جشن مردم خوانده است. در این روز اعلان داشت که خواهش مردم عادی اجرا میکند. یکم روز اینا نوروز کوچک میگن و نوروز بزرگ میگن ده. نوروز عامه هم میگن. نوروز عامه کوچکش همین یکم روز حساب میشه. 21 روز دوم دهقانان تیره زمینداران را قبول میکرد. در عصر میانه شخصانی که صاحب زمین بودن اونها دهقان میخوانند. ما دهقان گفته کسی را که با زمین سر و کار دارد همون میگیم، لیکن در گذشته دهقان این شخصی دارا بوده، آدمانی که زمیندار برای اونها علاهده یک روز جدا کرده شده بوده است. روز سوم باشد سپاهیان و بزرگان و موبدان میگویند. موبدان سپاهیان این حربیان، موبدان این اون نماینده های دین، پیشوایان دین، راهبران دین. و وقتا دینی زردشتی عمل میکرد. برای این انا موبدان را، سپاهیان را دعوت کرده ایستاده برای آن جشن تشکیل میکردند. روز چهارم با اهل عائله، پادشاه با اهل عائله‌اش بغیر از پسرانش میگه. یعنی اصلا با اهل عیال، زنها
گذرانده میشد است. روز پنجم با پسرانش مخصوص ایت کرده میشد و روز ششم با آنهایی که لایق جمعیت او هستند، یعنی ایان و اشراف و درباریان. وزیرها هست، دبیرها هست، ندیما هست، دیگه وظیفه ها هست، اونهایی که حکومت به فعالیت میبرن، ایان و اشراف و درباریان، اینها که همراه پادشاه این جشن انجام میداده است و در همین روز میگه او تحفه ها میگرفت و میسپارید. قسمی تحفه ها رو که ارزشی بلند داشتن به خزینه دولت انتقال میداد. همین خیلی جشن در همون دوره با چنین طرز البته گذرانده میشد. خیلی در مثلا سالهای من بعد بعضا از اثرهای تاریخی ما میبینیم که نسبت نوروز خنک نظرانه مناسبت هم شده است. نوروز پایمال هم کردند، خصوصا در دوران شوروی از سالهای 20 که اتئیسم قتال شروع می شود. خیلی از روی تعلیمات و کارل مارکس دین را افیون اعلام کردند، زهر اعلام کردند. من چندین یادگاری های مثلا دینی رو، مسجد ها رو، مدرسه ها رو یا درسیت سرکوف ها رو همشون نابود ساختند، به انبارخانه ها تبدیل دادند. خلاصه در همین دوره متاسفانه به نوروز هم بسیار ضربه سخت زدند، نگذاشتند که مردم به طور رسمی نوروز جشن گیرد. اما خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی ما، خصوصا از دوره پیشتر از صاحب استقلالی ما یک دوره هست 85-90 سالا، این دوره بازسازی گورباچوفی میگن، آزادی سخن، آزادی وجدان از جانب گورباچوف اجازه داده شد و مثلا همین شخصانی صاحب معرفتی ما، عالمان ما، مثلا محمد جان شکوری، از شاعرانمان لایق شیرعلی بازار، صابر گلرخسار، مومن قناعت و دیگر، اکبر ترسون و دیگرها، اینها از همون وقت سروران حکومت از مثلا قهار محکم و نبیف دیگرها خواهش کردند که همین جشن ما اثر نو احیا کرده شود، به طور رسمی تجلیل کرده شود. یعنی اقدام های اولین ما از سالهای 87 این طرف بعد شروع شد و بعد ما صاحب سال شدیم و سرور دولتمان برای بلند برداشتن هویت ملی خلقیت ما به همین اقدام دست دادن، نوروز را تا به درجه جهانی کردن رسانیدند. این البته اقدامی فقط سرور دولتمان نبود، این اون دولت هایی که حوزه نوروز به زندگی میکردن با همراهی سرور دولت ما یک جای اینها پیشنهاد کردند، هم ترکمنستان و هم ایران و هم افغانستان و هم ازبکستان و دیگر مملکت ها یک جای به سازمان ملل متحد مراجعت کردند و در صف پیش این همین مراجعتیان البته به امامه رحمان می ایستادند، چون که وطن نوروز این تاجیکستان است. وطن نوروز حوزه فارسی زبانان است. خود نامش هم خیلی گستاست، نوروز، روزی نو. این مثلا با قفا روی مگر به دوره به ما نزدیکی اتنوگرافی میگوییم، ما مردم شناسا همون کهنسالا در خاطره های خودشان، در نگاه خودشان کدام دوره حفظ کتانو نگر، مثلا ابتدای از شخصیت های زندگی میکنند که 90-100 برامدگی هستند، اینها واقعه های مثلا 100 سال پیش میدانند، شنیدند از پدر و مادرشان. برای ما دوره آموزشی اتنوگرافی میگوییم. این دوره خیلی سالهای 60-70 مانده، این آخر عصر 19 ابتدا عصر 20 میگرفتیم. حاضر ما ابتدای عصر 20 اولی همون عصر 20 خیلی دوره اتنوگرافی میگوییم. در خاطره هاشون آدم‌ها چگونه در همون دوره این جشن ایت کرده میشد دارن. خب بغیر از این بعضی عالمان ما البته بعد آمدن روس‌ها به نوشتن تاریخ نامه ها توجه با بیشتر شد. مثلا صدرالدین سید مرادزاده عینی، اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک، این که از اولین پرزیدنت اکادمی های تاجیکستان هم میباشند، بغیر از همون کتاب های بدیعی خودشان، بغیر از رمان و قصه های و پویست های دیگر، این که از اثرهای علمی هم نوشتگی. مثلا برای نوشتن شرح بدایل وقایع زین‌الدین واصفی این که از درجه دکتری علم های فیلولوژی گرفتگی.
برای این پرزیدنت اکادمی شدن. یک کتابشون هست یادداشت‌های سعدالدینی، بسیار سالهای 50 نوشته شده این کتاب. در همین کتاب خاطره های خودشون نوشتگی، مثلا دوره بچگیشون، دوره نورسیشون، دوره همون انقلاب های بخارای جدیدهای درباره فعالیت بسیار معلومات عجیبه. از جمله درباره نوروز بخاراییان هم این کس معلومات دارن در اون کتابشون. و میگن که در بخارا میگن در دو منزل، در دو موضع در آخر عصر 19 در دوره حکمرانی مثلا امیر عبدالعاد خان و بعدا در ابتدا عصر 20 در دوره امیر عالم خان میگن در دو موضع نوروز بسیار متانتان جشن گرفته میشد. یکم موضع این نزدیکی حولی قصر شیربودون، بخارنده شیربودون یا شیربدن هم میگن، خیلی یک کشکی سرای امیران هست در همونجا. دویمش میگه در مزار بهاوالدین نقشبند، بخارا اینه شهری ها میگن، اولیاء ها میگن، حکیمان میگن، 7 مزار از اونجا ده. مخصوص آدم‌ها برای زیارت میرن اونجا، برای آماده کارشان، برای مثلا پیشروی زندگیشان عبادت کنیم و گویا ناجوری ها خلاص میشیم گفته آدم‌ها مخصوص میرن. این هم یک عنعنه بسیار عجیب است همین تشریف مزارات، چون که اطراف همین خوجندی مانده هم مزارها خیلی زیاد هستند و اونجا زیارتچی‌ها میبیان، زائران میبیان. و مکه برای چی میریم ما؟ زیارت و خانه خدا و کعبه و اون عنعنه هایی که محمد پیامبر گذاشتن، اون حاجای ما هم بعد انجام رسیدن عید نوروز و عید رمضان بعد 70 روزش عید قربان میشود. انا روزهای عید قربان حجی اکبر انجام میدن یا به غیر از وای حجی عمره میکنن، رفت ایستاده زیارت میکنن، قبر پیغمبر ما رو زیارت میکنن دیگه. انا بهاوالدین نقشبند هم یکی از شخصیت های بسیار معروف بخارا بود، همونجور عید گذرانده میشد. مثلا سعدالدین عینی در همون و نقل کرده ایستاده میگوید که شیربودون، نوروزی شیربودون میگوید کس در اینجا میگوید تا 500,000 آدم جمع میشد میگوید. خیمه های میزدن، هنرمندان محصولات های هنرمندیشان رو نشان میدادن، داربازا هنری داربازیش نشان میداد، کنایچه ها دعوت کرده میشدن، سرنایچه ها. خلاصه یک ایدی بسیار باشکوه در همون جا قریب 1 ماه دوام میکرد میگوید عینی. یعنی این ایدی نوروزی شیربودون، شیربدن در بخارا قریب 1 ماه ادامه مییافت میگوید. انا در خوجندی ما هم خیلی موضوع بوده، هر یک این شهرهای کلان و دهه های کلانی مونده ایدجاهاش بوده، ایدجا میگن اینه مخصوص جای اید. مثلا سمرقند بخارا شیربودون گفتیم یا مزار بهاوالدین نقشبندی در سمرقند لبی جوی آبی رحمت موضعی که در اونجا نوروز گذرانده میشد. یا که مثلا خوجندی ما استک میگفتن، موضعی هست در خوجندی ما همین حاضر کوپروکی ناو میگویم که ما اینجا پولچقور، همین یک قسمی پولچقور، بعد این طرف کاردیولوژی هست و بیمارخانه شریان دل ها. انا همین موضع نامش استک بودگی. استک این نامی بید است، بید مخصوص سورت نوعی بید حساب میابد که همونجور بید ها میسازید قطار شده. بعد همین بید ما باید از چیغ جدا میکرن، چیغش وایده خمیش قمیش چیغ ساخته شده جدا میکنن. اون قسمتی که طرف آفتاب براش به زنها در علاهیدگی اید میکرگی، طرف آفتاب فراش به این طرف کاردیولوژی به مردها میگذراندگی. حاضر مردها اید میکرگی. من مثلا لیکشین سالهای 1910 از سال 1903 تا سالهای 1914 این کس سردار ویز خوجند بودگی. لیکشین چندین کتاب ها نوشتگی، آدمای با معرفت رهبری کردگی خوجندی ما. همین کس در اثرهای خودشان درباره ایدی استک معلومات دادگی. میگن که تا 15,000 آدم اینجا جمع میشد، یک جو 15,000 آدم. انا عبدالله جان میربابایف، نزیر جان ترسونوف، محققان خودی ما هم در همین باره نوشتند. مثلا ترسونوف در شهر آفتابی شما میگن و در مقاله های علاهیده که به نوروز بخشیده شده است معلومات داده ایستاده. اون کس تاکید میکنن که همین در خوجند ما میگویند
از چهارراهی مردان پنجشنبه هم خیلی مینامدین چهارراهی مردان میگفتن از همینجا با عربه‌های دوچرخه انا هنرمندان محصولات‌های خودشون رو بار کرده یا قندالاتچی‌ها عطارها دیگرها محصولات فروشیشون رو بار کرده ایستاده سوی استقبال میرفتن استقبال جمع شده ایستاده بعد در اونجا انا همین نوروز اید میکنن یک گوگو کرافت گفتگی و فوتوگرافی فرانسوز اومدگی سال 1900 خوجان با همین نور خوجان با آماده ایستاده همین و یک عکس بگفتگی جریان نوروز خوجاندیانه 1910 110 سال پیش انا آماده ایستاده انا همین گویا نوروز موی صورت بگفتگی انا اونجا هم دارباز صورت بگفتگی هم سرنایچه های هم مثلا حتی در همون جا از جانب لیکشین سیرکی روسیه دعوت کرده شدگی بس روسیه سیرک آمده نمایش سیرک دادگی خیلی بازی های خلقی گذرانده میشدگی مثلا خروز جنگو بیدانه جنگو خوشخوار جنگو دیگر بازی های ملی خودمون بود برک پرانی ها هم وقت میشد من آزی بینید همین در عرفه نوروز مخصوص یک روز طلبه های مکتب ها انا بود برک پرانی و چیلک بازی و هپک بازی های ملی انجام دادن اینا نوروز بگذرانده میشه همونجور در همون جا این همون جشن ها بسیار با شکوه گذرانده میشده است من حتی لیکشین معلومات میدهد که میگه همون در یکی از همین نوروز ها میگه حاجی یوسف میرفیاض به نمایش گلوبوس خودش گذاشت میگه همین حاجی یوسف میرفیاض گفته که یک سیاه گیوگراف گذاشته از خودجان کس سردار اویزدی اونجی هم بودگی والستی اونجی میرابی کلانی خوجند هم بودگی خوجند پیشتر آب از سایه حاجب خرقان خوجند وارد میشه گلترا گفتگی موضعی هست این عبدالله میروبایف مخصوص آموختگی همین چیزایه جای رزاق جای قاضی کلان جای قاضی همین خیلی جایها هست حوض ها بودی هر یک محله حوض داشتگی همین های همیشه آموختگی نه این کس حاجی یوسف میرفیاض از چهارمغز گلوبوس ساختگی حاضر همین گلوبوس در موزه سمرقند جایگه لیکوشین خودش گرام رفتگی سمرقند با کپیش حاضر همین موزه ولایتی تاریخی ولایت سعود به موندیان موزه به درامدگی باشتن اگر با طور رمزی شکلی کلانش هم کرده موندگی همون گلوبوسی حاجی یوسف میرفیاض ماست در نوروز او یکمین بار به نمایش برارگی مینه هنرمندا محصولات خودشانو میبرارنده انا دوم این که وای یعقوب جان فرنگ گفته که یک هنرمند بودگی هنرمند چیره دستی چوبکار این کس میگه در همونجا لیکشین میگه در همین نوروز میگه پروازی چوبین را به نمایش گذاشت پرواز چه ساخته ریلساز چه ساخته حالا خطی راه رویشه از چوب نکین بعد همون محرکی حرکت به درارنش ساخته از چوب ساخته اونجا نمایش ماندگی بعد برای هم دار چیزی کلانتر بودگی این چیز همین خیلی انا معلومات ها درباره انا جشن نوروزمان هست و البته تحولات تاریخیش این واقعه ها زیاد هست اونجا من فقط همین دوران صاحب استقلالی اگر گویم اگر در حقیقت ما در شرایط جهانی شوی زندگی میکنیم امروز اینترنت اطلاعات صورتی بلند که وارد شد آدم‌ها از عرف و عادت و عنعنه ها دور شده رفته ایستادند در همین شرایط توجه کردن و جشن و مراسم های ملی ما یه اهمیت مهم دارد من سرجم شده در مثلا مؤسسه ها در خصوصا مؤسسه های تعلیمی مکتب ها دانشگاه های عالی من خود همین روزم ما با دانشجویانمون در همین جا جشن نوروز عید کردیم جشن کردیم انا آزمون ها گذراندیم آزمون مثلا ملیکه نوروزی آزمون طعام های ملی آزمون هنرهای مردمی اینهای بچه‌ها خودشان هنرهای خودشان آره نمایش ماندن من رئیسی همین حکمان بودم بهاگذاری کردم بسیار خوب سومالک پختیم دیروز اهلی ویمان سومالک پختیم امروز من ساعتی 12 شده حاضر تقسیم کرده ایستادن سبب سومالک پختن همین که این همون سرجمعی مردم به وجود میبرد ده به بیوی بیچارگان به درماندگان به همدیگر هدیه یک نمودی هدیه ایدانه حساب میشد هدیه ایدانه حساب میشود و خیلی
کارها انجام داده شده ایستادند. و در تاجیکستان ما هنوز سال 2003 نوروز برای خطی همین جشن‌های ملی و دولتی وارد کرده شد. 30 سپتامبر سال 2009 نوروز را برای خطی یادگاری‌های غیر مادی یونسکو یکی از تشکیلات‌های با نفوذ سازمان ملل متحد است که مسائل فرهنگی، صنعت، ادبیات، علم به سر و کار دارد. اونجا همین 76 نومیناسی‌های یادگاری‌های غیر مادی بوده است. انا به قطار همین یادگاری‌ها نوروز ما هم وارد کرده شد که البته بسیار و افتخار است. بعد یک سال بعد انا همون چطوری که در بالا گفتم های دولت‌های حوزه نوروز مصلحت کرده ایستاده، از جمله سرور دولت محمد رحمان هم در همین کار شرکت ورزیدند. 18 فوریه سال 2010 در قطعنامه 64 سازمان ملل متحد نوروز زمان جهانی شد، یعنی جشن عموم جهانی گفته اعلان کردند. قریب 45 زیاد دولت‌های جهان امروز نوروز جشن ملی خودشان می‌حسابند. برای می‌سزد که این جهانی باشد. مثلا همین نماینده‌های دیاسپورای تاجیکان اگر امریکانده باشند یا اروپا فرانسیشنده کدام دولتی که یا ژاپنی اند نباشند، حتما همین آزاد جشن نوروز اونها هم تجلیل کرده ایستادند، آمادگی دیده ایستادند. در سفارتخانه‌ها هم حتی سومالک پزی‌ها هم ما از رسانه‌های خبری دیدیم که در همون خارج هم اینا تشکیل میکنن نمایشی سر و لباس ملیشان، با سر و لباس ملی. حتی اگر همون خدمتچیان سفارت زنها باشن ببینیم که یا کتله اطلس و ادرس میپوشند یا چکن میپوشند. نوروز بیشتر و ملیت خودمونه و معرفی میکنند. این جشن بسیار جشن مهم است در زندگی مردم. شما از سومالک گفتید کو بغیر سومالک با خیلی هفت سین خیلی چیزاش هست کو همون هم میگوید هفت سین و هفت چیزایی که سکلی سر میشه هفت سین. اکنون باید همین نقطه رو تاکید کرد که در روزهای عید نوروز مردم ما طعام‌های فراوانی ملی را آماده میکردند. یعنی مثلا من در کودکی در یاد دارم که در همین محله ما عید جفت براران انجام میدادن و مادرم به مقدار زیاد چلپک میپختند. بعد میپرسم که قدر زیاد پختید؟ امروز جفت براران میشده است. و به طور رمزی دوران هنگام کودکی من سالهای ابتدای 60 در همین کلخاز میگفتیم اون وقت خواجگی دهقانی ما برزگاه ها هم بودند یا اماچ هم بود. مسافدا با همون سر و کار در همین منطقه یا و دهه همشفتی خوجند برزگاه ها استفاده می شدند و در همون روز مردم هر گونه طعام ها را پخته ایستاده، از اون چلپک بسیار زیاد می پختند و همین وقتی که برزگاه ها را به نزد زمین می برآوردند، زمینی کشت، از بالایش ارد می پوشیدند، سفیدی باوری ها، ایریم ها، چنین ایریم ها وجود داشتند، ارد می پوشیدند، به شاخهاش روغن می مالیدند. اکنون این مقصد سال سیرحاصل شود، فراوان شود، سیری و پیری شود مقصد. به همون شاخهای گاو ها حتی چلپک های می پیچاندند و غیر از این به همون سوت ها همون نان و چلپک و دیگر محصولات های خمیری را آماده کرده ایستاده به هم دیگر هدیه میکرد و دسترخوان گسترده میشد. در همونجا این طعام ها را استفاده میبردند. مخصوص آش کوچه میگفتن، همین آش سیوق از یا مثلا همین گندم کوفته یا از کیچیری و چی میگه از ماش گرونش ها رو استفاده برده طعام ها رو آماده میکردن. بغیر از این مخصوص با نیت نوروز البته میوه های خشک حفظ میکردن، چهارمغز و جگده و حتی مثلا همین آلوچه ها رو خشک کنانیده نگاه میداشتن تا که به دسترخوان نوروزی آن رو برارن. همین خیلی عنعنه ها بود. یا که مثلا در بعضی محل های مثلا اطراف گویا وادی زرفشان اگر گیریم، اگر
در آنجا یک نمودی مخصوصی تمام پخته می شده است، کشک می گفتیان. کشک یعنی چارو را ضبط کرده ایستاده، همین گوشت با همراهی همون غله‌دانه در آنجا می پختند. اینا کشک میگویند در آنجا. لیکن اصلا گویا طعام معمولی عرفی ما این البته سومالک است. سومالک یعنی مخصوص باز همون باوری و ایریم های خیلی زیادش هست. مثلا در همون محل های ما مادرم و عمم همین سومالک پیشتر تیار میکردن، ایام کودکی و نورسی من. اونها با پای طهارت همون گندم برای تخته قریب یک هفته پیش از سرشوی نوروز می سبزانیدن و یک وقتی معین بعدی گذاشتن و بعد بریدن در کار، بریدن و با اوغور کفتن در کار. خیلی عادتش بود، اوغور مایده کرده میکنن، خیلی آرد آمیخته کرده بعد در دیگه میپزن. لیکن هنگام این بریدن گویا همون سبزه از جانب زنی که کلانسال است و بعد دوگانیک تولد کرده است انجام داده میشد. همین محلمانده یک خلیچ خاله بودن که حسن و حسین فرزنده بودن، همونو دعوت کرده می اومدن. چونکه یک ویش هست که روایتی هست که همین طعام سومالک را باری نخست حضرت فاطمه زهرا همسر علی داماد پیغمبر ما در همون هنگام آوان سرشوی بهارنده همون کس یکم بار پختگی بودی هم میگن پخته‌اند. از همون سبب دوگانیکای داره. این کن بعضی وقت‌های آمیختگی عرف و عادت‌های ملی با عرف و عادت‌های دینی می هم مشاهده کرده می شود. بعد البته دست جمعانه دیگه کافته نیت‌ها کرده، زنها دایره ها نواخته، دوتار ها نواخته، سرود و رقص و بازی ها کتی تا سحر دیگه کافته می برایند. 24 ساعت باید در آتش همین خوراک خورد. این عادت و طعام عادتی معمولی ما نیست، مخصوص برای نوروز میپزنینه. مثلا همه وقت ما سومالک پخته نمیخوریم که سالی دراست، چونکه ویش تعاملش همین دور به راست میاد. خیلی البته از دوره های قدیم نیاگان ما به مسئله آماده کردن طعام های نوروزی اعتبار میدادند. مثلا نیمتی در کتاب دارد به نام земледельческий کلندرنی پرازنیکی تاجیکوف کتاب دارد و در این کتابش او درباره همین گستردن خوان نوروزی، دسترخوان نوروزی معلومات های فراوان رو میبیارد. من از جمله میگوید که در گذشته میگوید خصوصا در عهد ساسانیان، اشکانیان تا آمدن عرب ها مردم ما دو نمودی خوراک را و دو نمودی دسترخوان را آرایش میدادند. در دسترخوان دو نمود گروهی طعام ها را آرایش میدادند که با حرف های شین و میم سر میشدند. مثلا حرف شیقتی، این طعام هایی که با حرف ش پخته میشدن، آماده طعام هایی با بعضی ظرف های هم در اونجا مانده میشد. مثلا کدام ها بودن؟ اینها شراب، شکر، شیر، شینی، شربت، بعد و باز شیر، با یک نمودی شیرینی با نام شیره میگفتیان، شیره و شام گذاشته میشد. باشیم و با حرف ام میم کدام نمودهای خوراک یا میوه‌جات گذاشته میشد. خودی میوه، مرغ، ماهی، میگو، این نمودی خرچنگ بحری میگن، کریوت میگن روس‌ها، گذاشته میشده است. بعد مست، این جرغات ایرانی ها اینا مست میگن، مای شراب، بعد مویزی سیاهی کلان سایگی میگوییم ما، مویزها هر خیل هاشان هست، همین ها گذاشته میشد. اما بعد که اسلام بیاد، در اسلام که شراب نوشی منع است، یعنی در هم شیننده شراب هست، میمنده هم همین خیل مای هست. مای برای از بین بردن، یعنی اون علماهای ما گفتن که نه، اینو با حرف سی عوض میکنیم، سین،
و طعام ها که با حرف سه سر می شدند و دسترخوان گذاشته می شد. اینها سبزی یعنی کبوتی ها، سبزه. بعد سبزه این کشمش یا سورتی مویز که سفید است، بیشتر به هنگام طعام پزی مثلا آش پلاو ما استفاده میبریم یا با معرکه های مشکل کشای و BBC شنبه دیگر رو زنهای ما میگذرانن، همین در دسترخوان استفاده میبرن، همین مانده میشد. بعد سیب، بعد سیرکو، بعد منه سنجید یک نمودی جگده، بعد سمخ وای قراقات میگن مردم حاضر، این سمخ مانده میشود و سیر چسناک میگیم. یعنی خیلی طعام ها در روی دسترخوان گذاشته میشد و البته 7 این رقم برای مردم ما بسیار مقدس است. ما اینو میدونیم که 7 درون، 7 قبطی آسمان، هفته هم خودش 7 روز است در ما. یا مثلا بینید جامعه با نام 7 اورنگ، 7 داستان یک جایه نوشته است. همین خیلی مثال های خیلی زیاده آوردن ممکن است و البته اصلا مهمترین عنعنه های نوروزی البته از همین ها عبارت هستند. فهمو. شما گفتید 45 تا دولت به جشن گرفته میشد. فرقی یعنی تاجیکستان جشن گرفتگی ما با مثال ایران بسیار فرق میکنند؟ نه این خیلی فرق زیاد ندارد. همین جشن ها این پیشوازی سری سال است. این به تقویم وابستگی دارد و بیشتر به تقویم کشاورزی وابستگی دارد. از همین دوره سر کرده کشاورزی سر می شود. برای این ما رسم آیین های زیاد رعایت میکنیم. مثلا در تاجیکستان ما هم در ایران هم مثلا همون چهارشنبه سوری رعایت کرده میشد، یا که در ما اون بارانی که پیش از نوروز می آید اینا آبی رحمت میگفتند. کلان سالا میخیل ویاشان بود که ایریماشان بود که هم پسران هم دختران میگفتن که آبی رحمت آمد سرت لوچ کره اون آب دار باران بدار تا که موهات نقص سو زد میگفتن. یا که مثلا دختران همون از روز اولی نوروز انده با یک ویاشان بود، همون ایریماشان میخیل بود که کمک همین موهشان قیچی میزدن تا که عمل آمد موهد عمل کند میگفتن. حتی این عمل آمد به دهخانه هم وابستگی دارد. دهخانان میگفتن که عمل که آمد اکنون زمین به عمل کردن در کار، کشت کار کردن در کار، زمین شاداب کردن در کار، زمین برای کشت آماده کردن در کار. همین خیلی ها هست عادت های نوروزی سری ساله. اکنون در محل های ما مثلا نوروز ایدی سری سال میگویند، سال سرشویش. یک سال ادا شد تمام شد، اکنون دویم منه سالمان آغاز شد. یعنی ایدی سری سال خوجندیان ما خصوصا خوجند و اطراف آن خیلی باشکو اینه در گذشته اید میکرد. حاضر هم خیلی یک عادت هست آش الیشکنان میگویند میدانید و همدیگر و همسایه ها آش هدیه میکنن. آش پلاو مخصوصا اون شب آش پلاو پخته میشود به همدیگر هدیه میکنن، چون که دوستی رفاقت آدمای بین همدیگر این کار مستحکم میکنه. بغیر از این یک نمودی گویا نمایش دادن هنری پزندگی کدوانه هم هستی نشان میتن دیگرها آش این آش برده میتن اون کاسه خالی میکنن و آش خودشان شما میتن. همین خیلی و عادت ها داریم. خیلی عادتی مثلا تا آمدی نوروز مثلا جشن بایچهچک هست، یک ایدی بایچهچک میگوییم، همین گلی بهمن میگن یا گلی سیاه گوش میگن در جنوب. همین در بلندکوه ها و همین وقتا که گرما سر میشد و یخ ها و همون برف ها آبشوی سر میکنن، همین زراعت پیدا میشود. این نورسانی ما از همونجا خوشچینی کرده به محله ها می آیند، به نزد موسفیدان میبرند، آنها چشم و دیده هاشون میمالند، اینها با هدیه میتیند، شیرینی ها میتیند، همون میوجات ها میتیند یا حتی مبلغ میتیند که خوشخبری بهاری را به ما آوردی میگن. و این نورسا مخصوص سرودهای با چچکخانه هاشون هست همین خیلی. و بعد یا که مثلا تا فرارسی یعنی روز 21 مارس مثلا مردم همین تاجیکان ما و من در ایران هم در دیگر محله هایی که در حوزه نوروز میگوییم
در آنجا مخصوص همین انعنه‌های به تازگی و آزادگی وابسته را این انجام میدهند. مثلا جویبارها رو تازه میکنن، حوضها رو تازه میکنن، درختها رو میبرند، درختها رو سفید میکنن. خواننده خانه تکانی گفتگی مراسمشان هست، همین کرپه و بالین و لباس ها رو برآورده با آفتاب تنوگ میکنن، خانه ها رو از نو تازه میکنن. مثلا ظرف های نیم شکسته و کهنه باشد اگر از خانه بدر میکنن. یعنی خیلی عنعنه های بسیار عجیب نوروزی هم هست و در نوروز باز میگن که مثلا لباس های تازه پوشیدن در کار. اگر باشد دارا باشی لباس نو پوشی بون است، نه نباشد اگر همون لباس کهنه هم آراسته و پیراسته شده تازه کرده همون با لباس نو برآمدن در کار. یا مثلا در بعضی جاها مثلا در همون آبی رحمت سمرقند مراسمی آب پاشی میگفتن، هم دیگر با آب میپاشتن همون گویا دور نوروز به خیلی مراسم های هم البته اینها انجام میدن. یا امثال اینها خیلی. یا مثلا مراسم هایی که وابستگی دارد به دعوت باران، خیلی مخصوص خودی سوملک پزی هم میگن که این سوملک پخت و بارشات زیاد شد میگن آدم از سوملک پزی میگن چون که این وقچه هایی که جوشیده میستد در دیگه این گویا یک نمودی دعوتی باران هم میگن. یا که در بعضی محل ها همین یک نفر با بام برآمده با فقیر یا چی میگه ظرف آب برآورده ایستاده از ترناب میریخته است، با پایان باشد یک لخته که میمانده بالی لخته آب میریخته که هم یک نمود ایرمی یا که باوری دعوت کردنی باران به شما میرفته است. خیلی وای خوش هم هست خیلی. یا مثلا مادرم به من میگفتن که همین نوروز و درادگر چی میگه نوروز درادو از همون خزنده جولنده ها هست که اگر چوملی بینی اگر مرچه را بینی اگر همین سال جدا سیرکار میشی، سیر غیرت میشی میگفتن. نه اگر کرمی خرکه بینی در خیلی کرم هست پاچکیزی یادش هست بسیار تنبل میشی میگفتن. همین خیلی یا همین سال مردم ما همین خیلی ایریم و باوری ها کتی و سال چخیل آمدنشه پیشگویی میکردن که همین خیلی سال مثلا امسال سیر بارشات آمدنش ممکن، یا امسال سیر حاصل شدنش ممکن، امسال خوش سالی شدنش ممکن. نوروزنامه عمر خیام مانده هم همین مسئله های آرگی. اگر مثلا روزی دوشنبه نوروز بیاد چگونه سال میشد، روزی سه شنبه درادگر چخیل میشد، چهارشنبه دراد چخیل میشد. همین روز به روزش معین کرده همون وایهای عنعنه های خلقی سرجم کرده ایستاده در این باره معلومات های دادند. یا مثلا ببینید مسئله وایبه من مادرم نقل میکردن که این کس داننده بسیار ماهر عنعنه های خلقی بودن. تاجیکای ما هم با کشاورزی مشغول هستند، غله کاری میکنند، پالیس کاری میکنند، هم با چرواداری خانه هم اخلاً ما گاو و گوساله گوسفند نگاه میکنیم آخر همونطوری در حولیمان آقیل و اختخانه و سیزخانه ها ما هست. همین مادرشان میگفتیان که همین وایب در آمساده آقیل به در آمساده همین نگاه نکرده قرصت نگوش توگون کن، یک توگون میبست است توگون کن، بعد گشته برآمده پگاش به همین یا با کشاخ کنی چی هست اونجانده. اگر همون توگونشانده نگاه نکرده بستگی جاشانده خس باشه اگر خسی اون گندم فرض کریم یا دیگه علف خسش امسال وای زراعتکاری نقض می شود. اگر همونانده موی باشه اگر موی خدا یکان چسبیده مانده که موی آدم یا موی مال همین خیلی امسال چهارو سالش چهارو نقض می شود. از چهارو در آمد نه یعنی نگان چی نباشد در آمد نمیشد دیم سال. همین خیلی من درباره باوری های ایرمی های مردمی گفتادیم ده مردم همین از نوروز امیدشان کلام بوده گیده که همین نوروز چه خیلی با یک عادتی ما تاجیکانه من خلقهای دیگر هم همین خیلی است که اگر نوروز چه خیلی پیشوازگیری سالی دراز همین خیلی می شود. یا مثلا خرسندی که پیشوازگیری تو دائم خرسند میگردی انا با نزاعی و خفگی پیشوازگیری اگر نزاعی خفگی می بیاد. با یک عادت نوروزی بسیار خوبش از آن عبارت است که همین مردمانی که به هم دیگر در نزاع هستند باید آشتی کنند.
حتی مثلا کلانسالا پیش از نوروز در آمدنش همین محلند اگر بین هم دیگر قریب باشند اگر اینها دعوت کرده آشتی کن تا بعضم دودر با دودر جنجال میکند عروس کرده گاب نزده میگردد همین های یک شرطش صلح و صلاح و رفاقت و دوستی هدایت کردن در نوروز انجام داده میشد. واو ما همه چیزاشو نمیدونستم. بسیارتر ما میکنم درباره سمالک پختوپزی یا مثلا در نوروز مثلا نو عروسا خانهشان آرا داده مهمان پیشواز میگرفتن. نوروز ایدی میگفتن اینه اید جشن ایدی عروسان. در بعضی محل ها حتی موضع های علاهیده عروس های برآورده ایستاده سلامنامه ها تشکیل مثلا در ناحیه قانچی دیوشتیچ همین غزنترک گفتگی جاش هست قانچی نزدیکش یک تپچک میگن همین نوروزنده همون دوامی سال به کی خانه‌دار شده باشد عروس ها باشند دهنده مثلا همون سال 10 نفر خانه‌دار شده 10 عروس گرام میبرآمدن و سلامنامه ها کلین سلام میگن اینه میخواندن این خیلی عادت ها هست. یا خود همون عروس ها عرفه ایدی نوروزنده مهمان انتظار میشدن انا کشیده دوزه های خودشان همون سوزنی میوای رویمال میوای دیگرای نمایش به میگذاشتن بیساتی کلینی و چی داشتگی باشن همون رسوان کشیده ایستاده همونجور به نمایش میگذاشتند دسترخوان می آراستند. انا مهمانا خواستن زنها بیشتر و اونجا زنهای دخترچه های آمده ایستاده همون کدام طعام پزی مهارت طعام پزی و دسترخوان آرایی عروس به هم بها میدادن. انا سر و لباساشو میدادن آرزو میکردن که اینها هم خداوند به همین روزها رساند یعنی به عروس شوی اکن آدم جفت آفریدگی این از این گریز نیست این حتما کردن در کار برای همین نیت های نقضش نیت های نیکش خیلی زیاد نوروزه. نه خیلی رحمت های کابو معلم آنچه درباره نوروز یاد گرفتیم آن ما بسیاریش نمیدونستم همین چیزا. خیلی شما خودتون چه جشن میگیرید نوروزه؟ آخرین سوال. یعنی البته ما با اهل خانواده به نوروز آمادگی میگیریم مثلا به همدیگر هدیه ها میدیم بسیار آدم با میرن به تماشای سیل نوروزی میگیم اون چاره‌بینی هایی که مثلا امروز حکومتی شهرمان در محل ها در دهات انجام می‌یابد در اون چاره‌بینی ها اشتراک میکنیم در چاره‌بینی هایی که همون جای کار میگویم ما همون مؤسسه هایی که در اونجا فعالیت میبریم در این اشتراک میکنیم خلاصه کوشش میکنیم که در همه یعنی این در سمالک پزی های و در مثلا تشکیل کردن چاره‌بینی های ادانه محله البته اشتراک میکنیم مهمانای پیشواز میگیریم دسترخوان نوروزی میآراییم خانه آرام میدیم چون که ما کلانسال هستیم دخترامون پسرامون انا کلین ها اینها یا که خواهر و دادرها خبرگیری کلانسالا میبینیم البته ما با دسترخوان ایدانه پیشواز گرفتیم ما در کار آمادگی میبینیم البته. فهمو خیلی نباشد کتابتونم یک وای کنیم نشون تیم مایلش خیلی این همه کتاب ها نیو یک قسمش یک قسم ما این دوتاش تاریخ خلق توجیک کدی поздний феодальный город чувств в конце 19-го, начале 20-х веков. این زبان روسی کدی اینش زبان تاجیکی کدی الکترون اینا یافته ممکن دیگراش уже الکترون نیستن اینها به شکل الکترونی برگردان نشدن ما کوشش میکنیم که اینا در شکل پی دی اف در سامانه اینترنتی جایگیر کنیم البته این کتاب ها رو خوانندگان ما دسترس کرده میتوانند این کتاب ها به اساساً مسائل های تاریخی در اینجا انعکاس شده است. من در این کتاب آید به تاریخ موسیقی و سرودهای عنعنوی مردمی شمال تاجیکستان در دوران استقلالیت و کمتر درباره دوران شوروی هم معلومات است. اینش باشد ما با همراهی شاگردمان حامدیف عبدالرسول آماده کردیم بخشیده به 30 سالگی سابقه تاجیکستان دایر به تاریخ و تحصیلات مکتبی میانه
дар бораи ҳамин мактабҳои миёнаи вилоятамон дар инҷо маълумотҳо ҳаст. ман албатта дар мисоли фаъолияти мактабҳои алоҳида, дар мисоли фаъолияти омӯзгорони пешқадами алоҳида мо ҳамин кӯшиш кардем ки таърихи маорифи вилояти Содро дар инҷо баррасӣ намоем. ин китобамон ин комплекси таълими методӣ доир ба таърихи халқи тоҷик аст. ин фарогири давраи қадимтарин асрҳои миёна ва то ибтидои нав, то омадани масалан то забткориҳои Россия. ҳамаи ин масъалаҳо дар инҷо дар 16 мавзӯи алоҳида мо тақсим кардем, чунки як семестри таҳсили мо дар макотиби олӣ 16 ҳафтаро ташкил медиҳад. барои ҳар як ҳафта мо як мавзӯи алоҳидаро гирифта истода дар инҷо ҳам матни лексия, ҳам масалан супоришҳо, тест тренингҳо ва рӯйхати адабиётҳо тавсияшаванда дар инҷо оварда шудааст. ин китобамон яке аз монографияҳои асарҳои илмии мо мебошад ки бо ҳамроҳии Назирҷон Очилиши Турсунов, этнографи машҳури ҳамин шаҳри Хуҷандамон, ин кас устози мо ҳастанд. бо сарвари ҳамин нафар мо рисолаи номзадӣ дифоъ кардаем. ин дар бораи ҳунарҳои чӯбкории чӯбтарошии Хуҷанд ва атрофи он дар охири асри 19 ибтидои асри 20 аст. яъне ҳамин намудҳои ҳамин ҳунарҳои чӯбтароширо ҳам масалан гаҳворасозию олатҳои зарфҳои меҳнатию доир ба масалан ба соҳаи бофандагӣ ки асосан дастгоҳҳо чӯбин мешуданд, чӣ хел сохта мешуданд, дар бораи нақлиёт, яъне аробаҳою қайиқҳою дигаро дар инҷо маълумотҳои бисёр ҷолиб оварда шудааст. мо бо аксарияти ҳунармандон суҳбат карда истода фикру андешаҳои онро доир ба техникаю технологияи ҳунармандӣ дар ҳамин китоб ҷойгир кардаем. ин китоби охирини мо ки ҳамин соли 2021 чоп шуд, шумо медонед 3 солаи рушди ҳунарҳо, сайёҳӣ ва рушди деҳот аз ҷониби сарвари давлатомон эълон шуда буд. барои мо як аз асарҳои гӯё сарчашмавӣ ва ҳам бо суҳбат бо ҳунармандон он маводҳое ки гирдоварӣ намуда будем дар ҳамин китоб сарҷамъ кардем ва бо номи аз таърихи ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои мардумии тоҷикон унвон дорад. дар ҳамин ҷо дар бораи аксарияти ҳунарҳое ки ҳунарҳои дастӣ мебошанд дар ҳамин бора мо дар ин китобҳо маълумот додаем. амсоли инҳо бо чандин китобҳо эҷод кардем. фаҳмо раҳматҳои калом. саломат бошед. идои навз гузаронид. майли. раҳмат. саломат бошед.